من دیدم خیلی میگن تو این آشفته بازار دلار طلا و اینا بریم کسب و کار خودمون راه بندازیم. ببینید از من تو این که کسب و کار شخصی سودش از دلار و طلا و بورس و اینا بالاتر، اصلا شک نکنید، اما ضررش هم بالاتره. برای همین این نکات اقتصادی هم منی که حداقل چند تا تجربه دارم تو کسب و کار و اینا داشته باشید. اولیش اینه که کسب و کار پیچیده شروع نکنید. یعنی من دیدم یه دی همون اول میرن شرکت ثبت میکنن، مغازه اجاره میکنن، یعنی از همون اول شما خودتون رو دارید بدبخت میکنید، وارد مالیات و بیمه و اجاره و هزار تا چیز دیگه میکنید. بجاش همون اول با کارهای کوچیک مثل یه پیج اینستاگرام شروع کنید، یا برید اون محصولتون خدماتتون رو تو این پلتفرم‌های آنلاین مثل چه میدونم دیجیکالا و دیوار و اینا شروع کنید فروختن که خودتون رو درگیر حاشیه نکنید، بتونید تمرکز داشته باشید به اون محصولتون. دومین نکته اقتصادی اینه که بیشتر از 10% اون سرمایه‌تون رو وارد اون کار اولی که تجربه ندارید نکنید. یه دیشا بگن اصلا ما 1 میلیارد داریم، خب 10%ش کلا میشه 100 میلیون تومان، با اینکه نمیشه اون کار رو شروع کرد. خب جوابش واضحه، اون کارو شروع نکنید، برید سراغ یه کار دیگه که سرمایه بالا نمیخواد. چرا؟ چون کار اول به احتمال 90% احتمال داره شما شکست بخورید. حالا ان شاءالله که موفق بشید، ولی اگه شکست بخورید اون خیلی تجربه تلخی براتون میشه رو اعداد بالا. برای همین عددتون رو کوچیک شروع کنید، دنبال شر نگردید. این کلیپ هم خواهشاً بفرستید برای اونایی که مخصوصا تو این آشفته بازار میخوان یه پولی به بچه‌شون، خانواده‌شون بدن که برن یه کار کاسبی راه بندازن، یه وقت پولشون نره. ممنون ازت.